من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. سورة الفيل مكية وهي 5 آيات. سورة فيل ألم تر كيف شريف مكي هستین در مکه معظمه نازل شده. حضرت جبرئیل علیه السلام با رسول علیه السلام در مکه معظمه بوده، این قبل از هجرتشان به سوی مدینه طیبه این سوره را برش نازل کرده الله جل جلاله به توسط حضرت جبرئیل علیه السلام. این سوره 5 آیات دارد، 96 حرف است، 23 کلمه است. 5 آیات دارد، 96 حرف دارد، 23 کلمه دارد، 23 کلمه. کلگی آیات به مکه معظمه نازل شده، ناسخ و منسوخ هم نداره. بیان فضیلت و ثواب تلاوت این سوره، یک قاری، یک ملا، یک شاگرد، یک برادر، یک مسلمان، یک دختر، یک بزن یا مرد میخوانه. اگر ما این سوره 5 آیاتی که اینجا هست الم تر کیف شریف امیر ما تلاوت بکنم، خدا ما چه ثواب میده؟ با شما چه ثواب میده؟ ای که با معنا بفهمی خب 100% ثواب قرآن کریم کامل در صورت میشه که معنا بفهمید. ولی شما لفظ الم تر کیف با تجوید بخونید 50 ثواب. اگر معنای زرم بفهمی 100 ثواب، 100 درجه پر میشه. چه ثواب میده؟ خلاص امیر کسی میخونه معنا نمیفهم لفظش میخونه، امیر عربی زیر میخونه چه ثواب داره؟ هر کسی سوره را بخونه از خسف و مسخ در عافیت میمانه. یکی خسف است، یکی مسخ است. خسف در زمین فرو رفتن را گویند. قوم و قبیله های قبلی را الله تعالی در زمین فرو بردن. بردن نبردن؟ زمین کش کرده. قارون کش کرده نکرده؟ صحیح شد؟ هر کسی سوره الم تر کیف بخونه خدا متعال از زمین فرو بردن در زمین کش کردن نگاه میکنه. دوم از مسخ نگاه میکنه. مسخ تغییر جسد را میگه. امتهای سابقه چه میشه؟ شادی و بوزنه و خوک و خنزیر میشه. صحیح شد؟ با نوح علیه السلام پروردگار چی داد؟ کشتی. با کشتی 80 چند نفر بود نجات پیدا کرد. اما در رسول علیه السلام چی داده؟ مساجد داده. داخل مسجد گویا که در کشتی نجات است. ما نجات پیدا میکنیم از شر شیطان، از وسوسه شیطان، از غلبه شیطان. متوجه هستید؟ امن‌ترین خانه مسجد است. چرا؟ احب البلاد الی الله مساجدها، حدیث است. پس در نوح علیه السلام الله کشتی داد، به رسول گرامی امتش مساجد در روی زمین داد. در روز آخرت این مساجد مانند کشتی نجات عزت داده، مقتدیان را به ملا با گردن بلند وارد بهشت می‌سازد. صحیح شد؟ بالاخره امتهای سابقه را پروردگار مسخ کرد، تغییر جسد داد، شادی و خنزیر کرد. امت رسول گرامی الان نمیکنه. یگان دانه را، یگان فرد را به خاطر عبرت میکنه. عبرت. امتهای سابقه عامه بود. یک گروه را پاک زمین کش میکرد یا یک گروه را پاک شادی و خنزیر میساخت. امت رسول گرامی الله دعایش قبول کرده که مسخ عمومی خسف عمومی نمیشه. هر کسی سوره رو بخونه از تغییر جسد و چهره و از فرو رفتن به زمین الله عافیتش میده، نجاتش میده. صحیح شد؟ اینم خلاص شد. آمدیم در دوم مسئله. سوره فیل شریف یک واقعه و یک قصه را نقل میکنه که از ابرهه بوده. درباره تاریخ وقوع اصحاب فیل خلاف است. بعضی علما گفتن 40 سال پیش از تولد رسول علیه السلام این واقعه رخ داده است. 40 سال. چی معنی؟ علیه السلام 40 سال از تولدش پیشتر امی واقعی فیل و ابرهه و چپه کردن خانه کعبه مشرفه رو خدا است. رسول گرامی 40 سال بعد به دنیا آمده است. یک روایت. این روایت هم مقاتل گفتن یک مفسر است، اون نقل کرده. قول دوم ایده علما گفتن 23 سال پیش از تولد رسول گرامی، 23 سال بعد رسول اسلام تولد شد، 23 سال پیش واقعی فیل رخ داده است. دو قول. ایده کلبی گفته است. و بیشترین علما قول بر این است و فتوا بر همین کرده که در همون سالی که رسول اسلام به دنیا آمد در همون سال واقعی فیل رخ داده است. یعنی در همون سال شیخ برو پیش قسم برو، در همون سال
در همون سالی که رسول علیه السلام به دنیا آمد، در همون سال واقع فیل هم و در همون سال رسول علیه السلام به دنیا آمده است. یعنی علامه ادریس نوشته که در 40 روز یک روایت 50 روز پیش از تولدشان واقع فیل رخ داده است. رسول السلام 50 روز بعد به دنیا آمد، پیش از 50 روز امی واقع فیل رخ داده است. صحیح شد؟ الم ترى خب قصه‌ش میکنم با ترجمه میکنم باز بفهمید. در روزگاری در یک وقت نجاشی پادشاه حبشه بود. پادشاه حبشه بود. امی ابرهه از جمله کلانا و قماندانا و وزیرا و وکیلا لوی درستیز بود، چی بالا رقمیش بود. این بلازده کمی غرور کرد، با نجاشی سازگاری نکرد، وزیرش هم بود یا لوی قماندانش بود. این را خواست که تهدید بکنه و سرزنش بکنه. ابرهه چاپلوسی را شروع کرد. پادشاه خفه شده که کام واقع رخ نداد. بعد این را در صنعای یمن کلان ساخت. پس پادشاه از قهرش نشست نجاشی، ابرهه را کلان صنعای یمن ساخت. بعد از اینکه بزرگ یمن شد، بازی گفت که چه کار بکنم که مورد توجه و ازدحام و اجتماع قرار بگیره. گفت همون طوری که عربا همسایه موتاست، یمن تا مکه مزمه سرحد داره نزدیک از دور نیست. گفت یک خانه داره بانم خانه کعبه مشرفه. جلب توجه افرادهای شرق و غرب دموج است که لگه میره. دیگه خانه جور که کعبه نام بند به برام طواف کنه، خلاص مورد اجتماع، مورد خیر و برکت، مورد ازدحام قرار میگیره. مورد ازی قرار میگیره که ملت شرق غرب پیش تو میاد صنعای یمن. یه خیست به خانه کعبه چی ساخته شده که از سنگ است؟ از سنگ ساخته شده است. خیلی که از سنگ است، مردم قدر محبت و توجه داره. ما از ولی به طلا برای جور میکنم، از زمرد جور میکنم، از زبرجد جور میکنم، از دانه های بیش قیمت جور میکنم، از لولو مرجان جور میکنم. خب اینا بهره برداری کرد و ایرا آمدگی مصارفش ساختن، خانه را در صنعای یمن ساخت. تا 4 اطراف اعلان کرد که بیاین این خانه که اونجا چی میکنی؟ پول در عرب میتی گفته گالی امروز مردم میگنی؟ در عرب چرا پول بتو؟ عرب مصرف حج مسته میتی. خب بالاخره این خانه را ساخت، بسیار مجلل، بسیار منقش، بسیار زیبا. اما این مردم توجه نکرد. هیچ مردم دیگه نمیگه. هر خانه سنگر ما تک سیاه تو بتیم خیلی خانه کعبه شده میتونه. مایه اصل نسب در گردش دوران زر است. دائما خون میخورد تیغی که صاحب جوهر است. شست و شاهد هر دو دعوای بزرگی میکند، پس چرا انگشت کوچک لایقی؟ بگو انگشتر است. صحیح شد. ناکسان را گر بدیدی بالا نشیند آر نیست، روی دریا کف نشیند قعر دریا گوهر است. هر خانه در جای چشم ابرو نه گرچه او بالاتر است. این چشم است، ابرو است نه، یه ازی که جایش بالاست نه، چشم در اینجا سیده بالاست، جای چشم ابرو گرفته نمیکنه. امر کل کو چی گپ داره؟ کوسه موسه کله پاچی فرق کرده بره. اما چشمی تو کش کنی زندگی نمیشه، نعمت ها را دیده نمیتونی، گرچه جای چشم ابرو نگرد او بالاتر هم است. خانه کعبه را جای شکای خانه طلایی تو گرفته میتونه. خانه کعبه یک مرغوب خانه است، علاوه او توجه رحمت کرده که دیوان از الماس هم بسازی، خانه کعبه نیست. فهمیدی؟ هر احمد و محمود رسول مدنی نیست، هر شیشه گلرنگ عقیق یمنی نیست. هر شیشه جرنگ برنگ تو عقیق یمن شده نمیتونه، یمن عقیقش بخلاص خوش بر صورت. ولی مولا صاحب که یک دفعه زور ریز دادی میره مسکم کو بر صورت. این خانه را جور کرد، کسی توجه نکرد، نیامد، طواف نکرد. دو روایت آمده به قهر ابرهه. یکیش همیش گفته که کدام چوپان رفته در اونجا چتلی کرده، تشناب کرده داخل خانه کعبه شد و خبر شد که گندگی هم در دیوالای از چسبانده سر گرد و گرد کرده. یک روایت دیگه میگه کسی اونجا علاو کرده، کدام مسافر کدام چوپان، اما علاو چوغکش یا یکی پرشکش در اصطلاح قشلاقی مادمو پرده مرده و خانه جلوبل از ساخته خانه حریق شده. این گپ در ابرهه آمد گفت این کار عرباست، چرا که کسی که رقیب باشه می کارمو کرده، وگرنه او نکرده کسی دیگه گپ زدن میگن دشمن اصلی من بود. اینا گفت اینمی عربا بخیلی کرده
با خانه صنهای یمنی ما با خانه کعبه ما اونجا چی کرده؟ آمده چتلی کرده یا در داده. بعد از این گفت که خانه ما را آبرو عزت سریزاندی که تو شما را با کار دارم. ما که خانه کعبیم خراب شد، گندگی شد، در گرفت، من اون خانه عربارم رفته چپم. انا تو خانه داشته باشین من خلاص برو در دنیا امو خانم نباشه. خلاص این عقیده کی بود؟ ابرهه. این ابرهه لشکرکشی کرد از صنعای یمن، فیلها را گرفتن. او یک فیل کلان داشت اما پیشروش به نام محمود. صحیح شد. نام نجاشی اصلش اضخمه است، ضاد الف ضاد اضخمه، نامش امرقمی است. خب بالاخره اینا حرکت کرد، فیلها را گرفت آمد. وقتی که از یمن میامد هر چیزی که پیش روش میامد تو گلم جمع کرده میگفت. مال در دشت مال ترم که مال خود گرد میکرد، گندم میشد گرد میکرد، طلا میشد میگرفت، ساعت میشد میگرفت، هر چی که میداشت چور کرده میامد گلم جمع که میگرد. در یک استقامت نزدیک کعبه مشرفه را شهرش آمد به سعودی. خبر در عبدالمطلب آمد که ابرهه لشکرکشی کرده، نیت سو داره، هر چیزی که شما دارین چور چپاول کرده میبرد. در این بینی که غصب کرده گرفته، چور کرده و گرفته، 200 شتر شما هم است یا در گرفت 100 شتر شما هم است. اونجا پیش بین 200 شتر شما را گرفته. عبدالمطلب یک دفعه با یک کسی غلامش یا بردش بود آمده شد که بعد بره شترهای خدا بگیره. عبدالمطلب صدادش رفت که اونم تو خیمه زده و که چق چق و پق پق و سر و صداست. باز اونا گزارش داد در ابرهه که بزرگ قریش آمده، بزرگ مکه معظمه بود نه عبدالمطلب صد که اون ملاقات کرد. گفت که چرا آمدی؟ خیرات باشه، برو ملت تا بگو دور خانه رو تخلیه بکنه که من فیل برده بند کردم برای خاکش در قلبه میریزم. مردم که پخ میکنن قماندان صاحبا گفت در قلبه خاکش برات میریزم، بعد از خانه تو هم نباشه، خانه مرا چتل کردن شما عربا. عبدالمطلب خبر نداره. عبدالمطلب گفت انا رب الابل وللبیت رب سیمنعه. انا رب الابل، من صاحب شترم، وللبیت رب، خانه کعبه یک صاحب داره، سیمنعه زود است که باز من میکنه نیرنگ و چلو فری بتانم. برو چپا کن چی خانه خود صاحب داره، ما صاحب خانه نیست، برو در من صاحب شتر هستم، شتر بده. ابرهه یک تن هم زد گفت من خانه خدای تا چپا میکنم، تمام قوم ملت تا از بین میبرم، تو چی میکنی؟ اینجا جواب بده، تو مصروفی چیستی؟ جواب بده گفتم تو مصروف ازیستی که شطوری مرا بیتی. بناهن ما خانه کعبه تا چپا میکنم، جای ثوابتان چپا میکنم، جای عایدات مالی تان ما چپا میکنم. درجه است. اما تو آمده که 200 شطور بگی، عجیب است. تو به خانه اگر ارادتمند هستی، در خانه اگر باور داری خو خانه را حفاظت بکن دیگه. تو شطور چی میگه؟ گفت من شطور کار دارم، هر شطوری مرا بیتی خانه صاحب دارم، ما صاحب شطور هستم، صاحب خانه دیگه کسی دیگه ذات است. شطورای شداد پس خو انسانیت کرد. شطور داد. عبدالمطلب صاحب شطور گرفت آمد، شطور گرفت آمد در خانه و جایی که داشت همونجا گذاشت. رفت از حلقه کعبه گرفت، از حلقه کعبه گرفت. پروردگارا مردم هم اعلان کرد یا نکرد که برای اینا تخلیه بکنی، نه فقط رفت از استار کعبه گرفت گفت ای پروردگاری خانه تو است، ما زور مقصد زور ابرهه را ندارم و یقین دارم که تو خانه تو نگاه میکنی با وجود مشرک بودنش، با بودن که 360 بوده پرستش هم میکردن. گفت خداوند همونجا گفت که بتا حضورش باز نمیذاره، چیز جامد است چی به درد میخوره. گفت من صاحب شطور هستم، جلو پشتک خلطه و خموچه گرفت. عبدالمطلب شد دور خانه چکدک دعا کرد که الله گفت که اینمی خانه است تو نگاه کن. من رفتم دعا کرد. ابرهه پیش آمد، لشکرها را نزدیک کرد، در یک استقامت رسید. پروردگار خالق و قادر و توانا هست، همه در کنترلش هست. ای که تو در گفت نمیکنی با داشتن عقلت فیلم میکنه. فهمیدی نه فهمیدی؟ این کسی که اطاعت از خدا نمیکنه، فرایض خدا را بجای نمیکنه، احکامات الهی را بجای نمیکنه، اونم ایمان میکنه. دور از انسانای شما، انسانایی که در گفت خدا نمیکنه. ما در شما گفتم شیر بچه خدا نمیخوره.
تو انسان بچه انسان رو میخوره، شکمش که بدخشان پاره نکرد. تو یک انسان خود دیگر خوردگیست دیگه. سینای زنای مردم نبریدن، در بلاد قفل کردن، سولدن کردن، نکشتن زنای مردم. از نسل خودتان، از نسل انسانی. این قضل مده دنیا انسان ها کرده که شیر نکرده. شیر اگر کرده خاطر شکار نفسش کرده، علاوه برش حلال. تو هم شکار بر پرنده رو بکش بخور، آهو رو بزن بخور. اجازه است، مباح است. فهمیدی نفهمیدی؟ این فیل آمد به نام محمود، یک نام داشت فیل. یک استقامت آمد، الله خالق فیل است، خالق بحر و بر است، خالق همه چیز کائنات و مرچه و ملخ و کژدم است. فیل گفت استاد شد. فیل استاد شد، تق می جا بجا در استلام تو جا بجا میخ شد. همین نفرایی که فیل کش میکرد که تیلمه. چرا او وقت وسایل نظامی و جنگی فیل و شتر و دست امریکایی بود. سر از او گفته کدامی که سلاح خفیفه و ثقیله باره، فیل ها امینا بودن وسایل جنگیشان. در زمانی بعد از رسول صلی الله علیه و سلم که آمد صحابه اسب بود. اسب علی جهاد است. امو است که پروردگار از برکت جهاد سرگین اسب، شاشه اسب، بول اسب، براز اسب را پروردگار ترازی اعمال مجاهد میگذاره. اسب جهادی، یعنی سرگین اسب که تو در جهاد بسته کردی، ادرار اسب که به جهاد بسته کردی، کاهی که در اسب جهادی دادی، کل لگی ترازی اعمال نیک مجاهد گذاشته میشه. اسب با عزت حیوان است. حتی اسب ان که میزنه ملک را میبینه. اسب ملک را میبینه، خر شیطان را میبینه. فهمیدین؟ خب هر صورت او وقت وسایل جنگیشان اونمو فیل بود. فیل جا بجا میخ شد، هر چه دنبش تیله کردن، هر چی زدن، هر دنبش قطع کردن، فیل استاد شد. چرا؟ خدا میگه استاد. مثل که اسماعیل علیه السلام که کار دکش کرد نبرید، حضرت ابراهیم زد کار دا سنگ دو شق کرد. حضرت ابراهیم صدا کرد که تو کار سنگ سخت را میبری، ولیکن گردن طفل 13 ساله را نمیبری. کار صدا کرد که یکی امر جلیل است، یکی امر خلیل. جلیل میگه نبر که خداست، خلیل میگه ببر. امر جلیل پیش ما بالاست از امر خلیل. فهمیدی نه فهمیدی؟ او خلیل بود، این جلیل. خدای جلیل شتر استاد کرد، هر چه تیله کرد نشد که نشد، بسیار زورش داد. همینجاست که تاریخ مرگ نافرام میرسه. این اولی پرندگان از آسمان میه، پرندگان میه، تیاره های بی سرنشین ساخت امریکا و اسرائیل. خدا وقت تیاره بی سرنشین ساخت، موتروانم کار نداره. فهمیدی؟ یک 50 دقیقه ای زور خدا را کس نداره. ولی الله جنود السماوات والارض میزنه در فرقت که برات غار میکنه. یک ضربش قوی است. این عالم را تا اینجا آمد، فیل استاد شد. آل الله متعال این سوره را نازل کرده است، واقعا را نقل کرده است. الم ترى، آیا ندیدی؟ این تخفیف دنیوی است. در دنیا علاج ترسک میده، تهدید میکنه. الم ترى، آیا ندیدی؟ کیف، ای رسول الله السلام، کیف چگونه، فعل ربک، کرد پروردگارت، به اصحاب الفیل، به اهل فیل. به اصحاب فیل چی کرد پروردگارت؟ آیا نمیبینی؟ یک قضات قوی هست، نمیگذاره که دشمنا نیقه پیش بره. الم ترى، آیا ندیدی تو، کیف چگونه، فعل کرد ربک پروردگارت، به اصحاب الفیل، به اهل فیل، به ابرهه، به اسکرایش، به فیلهایش چی کرد؟ الم یجعل، آیا نگردانیده است الله کیدهم، نیرنگ و فریبشان را، فی تضلیل، در تباهی. اما نیرنگ ساختن فیلها را آوردن خانه کعبه را چپه کنه، در تباهی گردانید الله. فی تضلیل، فی معنیش چیست؟ به معنی فی تضلیل، در گمراهی گردانید نگفت، فی تضلیل در تباهی گردانید، تباه کرد. فیلم لموجه خونسا کرد الله. الم یجعل، آیا نگردانیده است کیف کیدهم، نیرنگ اهل ابرهه را، اسکرایش را، گاردایش را، ده چی نگردانده؟ فی تضلیل، در تباهی، در گمراهی، در خرابی. بله در گمراهی گردانید. چی رقم گمراه کرد؟ تباه کرد. این تباه کردن سیکر. و ارسل، روان کرد، علیهم، بر بالای قوم ابرهه، اهل فیل، مردم اهل فیل. چرا روان کرد؟ طیرا، پرنده. ابابیل دو معنا داره. یک معنای ابابیل متتابعتا مجتمعتا، پای در پای، گروه جمع دل در اصطلاح، دلگی. چه میگه؟ می گروه پا سر گروه پا طولای میگه. دیگه چی میگه؟ بگن اون اینجا دلگی میشه. دیگه چی میگه؟ یک ده نفر که گروه شو چی میگن اونجا؟ نه سر گروه و دلگی میشه. هر چی که نام میگن خلاصه ما اصطلاح ها را شما پرسان کنم. یک معنای ابابیل گروه،
دلگیر، دل، فوج. یک معنای ابابیل نام پرنده است. و ارسل روان کرد الا طیرن پرنده را ابابیل پای در پای. ای بند پاشکره میفهمی همین ضربه کو گفته آجی قاری صاحب که شریط 600 مرمیه باشه، گفت که تو برنال باری ظالما را گفت تو پارک اینمی تو پای در پای ضربه قطع نشه. اینمی را یک معنای ابابیل معناش همیست. حقا تفصیلی یک معنای ابابیل همیست. دویم معناش چیست؟ دویم معناش مجتمع، گروه، مجتمع. دویم معناش چیست؟ نام پرنده است. پرنده به نام ابابیل اینا را میزد. خب آمد چی کرد؟ ترمیهم میزدن همین پرندگان هم کافران ابرهه را به مرمیش، نوع مرمی را میگه. مرمی امریکایی است، مرمی مکروف است، مرمی تفنگچه است، بریتاست چیست؟ سلاح امروز گفت میزدن به حجارت من سجیل، با مرمی سنگی از گل پخته شده. به حجارت سنگ من سجیل، سنگ از گل پخته شدگی بود که تیمو میزد. در فرق کی؟ در فرق مردم ابرهه. پس زد چه شد نتیجه؟ فجعلهم گرداند علی کافرها را که عصف مأکول مانند کاه خورده شده. همین کار که میخوره زیر آخر یک چیزه که ریزگی میمانه و زیر پای اسب هم میریزه. کای تریشلی خلاص کمی زدن تریشل کرد، شق کرد برای این پرنده پیهم یا پرنده که نامش ابابیل است. در سر کبی مشرف اگر قوچ کده میه اون نموسته. این تو نیست که در دنیا نباشه مرغ عنقابری اصل. یا بله اینی میقمی قصد قدمی موبایل بسیار ساگه کسته از موسیچم کده خورده در اصطلاح غیچ کده متون میه و طرف تشنوه و جلم میه سری کوی بقویس هم میه مکی معظمه. این همی پرنده است. این سه بم داشت، یکی در نولش، دو تا در پنجالش، تقریبی سرنشین. حجمش میقه یک آدم 80 کیلو را پاره میکرد مرمیش. در نولش در دو پنجالش جمعا سه بم داشت. هر کدام اینمی پرنده باز هر کدامش میگه نام اسم هر کافر نوشته بود. از آخرت گرفته آمده بود، میگه بعضی از جنت یا دوزخ سه سنگ آورده بود نوشته بود که فلان ابن فلان. فقط در فرق اون میزد. ای تو که میزد اینجا میخود از دوبورش از پایم میبرم وای ریزه کرد. نه فیلمان نه صاحب فیلمان دشت لاش و مرداری گرفت. اون اموز که پروردگار این واقعی فیل را در این صورت بیان کرد و این هم از جمله ارهاصات میگه. خب یک چیزی که قبل از نبوت در نبوت برسه چیزی بیایه او را ارهاصات پیغمبران میگه. رسول اسلام در دنیا نیامده بود 50 روز پیش یا چند سال پیش ایره که الله برکت تولد رسول گرامی این کافرها رو کرده است. چون رسول اسلام در شکم مادر بود این برکت می آمد در این سرزمین. از برکت رسول گرامی علیه السلام پروردگار این پادشاه را و ابرهه را بود متشکل لگی برنامهش خونسا کرد از بین برده. بعد از اون رسول اسلام 50 روز بعد یا 40 سال بعد روایت‌های مختلف به دنیا آمده گستن. این بود سوره فیل. تا اینجا قصه واقعی ابرهه و احسان پروردگار بر سرزمین کعبه مشرفه شده گسته. هم کافران میمد خانه کعبه را خود نمیتونه. چرا؟ انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون میگنی. الله متعال قرآن هم حفاظت میکنه دینش هم، لیکن دمی تو بنده مسلمان هم یک مسئولیت الله داده گسته که مظلوم اینجا از چنگال ظالما نجات بده. حفظ درود الشريف القرآن. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد وقت حيلة تدركني يا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. استغفر الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.
پاک پروردگارا برای همه حاضرین به همه مسلمانان توفیق عمل کردن در دین نصیب بگردان. پروردگار توفیق عمل کردن به فرایض را نصیب بگردان. پروردگار توفیق عمل کردن به سنن ها و واجبات و نفلات نصیب بگردان. پروردگار حاضرین ما از هر راه دور و نزدیک در اینجا تشریف آورده به خاطر سمع و شنیدن کلام تو یا الله یا ذات قدردان قدر بنده را میدانید. برای ام عزیزای ما دوستای ما که حاضر چی غایب است پروردگارا مشکلاتشان حل بگردان. برادرایی که از اول تا آخر ترجمه بود پروردگارا ثوابهای فراوان به همه عزیزای ما نصیب بگردان. خداوندا کریم و رحیم، این ماه نزول قرآن کریم است، ماه نزول رحمت و برکت و مغفرت و آزادی از آتش دوزخ توست یا الله. یا رب ما را از آتش دوزخ نجات بفرما. یا رب ما مغفرت بفرما. یا رب ما رحمت بفرما. یا رب ما در تایم قرار داریم که بعد از عصر فضل و کرم تو است، وقت پیر بدلی ملائکه های تو است یا رب. یا رب ثواب های ما را 2 مرتبه نوشته بفرما. یا رب یا پروردگار عزیز و مهربان سر ما رحم بفرما. یا رب اولادای ما را حافظ قرآن عالم قرآن بگردان. اولادای همه حاضرین پروردگار عالم دین، علمبردار دین، خادمین دین، مجاهدین در دین پروردگار بگردان. یا الله اولادایی که ناروا هست، بیراه هست، عاصی و گناهکار و فاسد و بیدین و چرسی و بنگی است یا رب. یا رب پیش تو توفیق آسان است، برشان هدایت و توفیق نصیب بگردان. یا الله قرضدارا را قرضش خلاص بگردان. یا رب قرضدارا را قرضش خلاص بگردان. یک برادر عزیز ما بسیار قرضدار است یا الله. یا الله او را قرضش خلاص بگردان. حاجی صاحب برادر بزرگ ما قرضدار است یا الله قرضش خلاص بگردان. یا الله کسایی که از ما قرضدار صورت مال و دنیا برش نصیب که قرض دین بندی تو را ادا بفرماید یا رب. یا الله یا کریم یا ستار، هر جای که علما هستند پروردگار، هر جای که دعوتگران هستند اساتید ما هستند پروردگار سرفراز دارای نصیبشان بگردان. پروردگار عزیزایی که اینجا حاضر است مریض دارد بیمار دارد الله شفا بده، چه در داخل چه در شفاخانه الله متعال مریضاشون را شفا بده. پروردگار با ما علم قرآن نصیب بگردان، اولادای ما را عامل قرآن بگردان. پروردگار کریم و رحیم، در چند وقتی که با این دهن پرگناه، با این تلفظات غلط، با این ترجمه های غلط پروردگار تو از خطایی ما بگذر. پروردگار اساتیدی که ما پیش ترجمه خواندیم، شیخ صاحب بزرگوار رحمت الله علیه، پروردگار مولانا صدر خالخار رحمت الله علیه از برکت ازو بده. پروردگار اگر به ما ثواب نمیتی هر حرفش هزارها که به او بزرگوار نصیب بگردان. یا رب مجاهدی واقعی بود، انسانی واقعی بود، ملنگ و فقیری بود یا الله اونا را قبرشان منور بگردان. اولادانشان پروردگار عالم و خدمتگار دین بگردان. هر علما و هر عزیزا و هر شهدایی که در وطن وفات کرد پروردگار اونا بندگان مخلص تو بده. پروردگار شهدای ما را مغفور بگردان. پروردگار هر برادری که در راه جهاد و دین خدمت دینی تو را میکنه یا الله، اعلای کلمت الله قرآن تو را میکنه پروردگار سرفراز دارای نصیب بگردان. یک برادر ما طفلکی در شبخانه بستر است پروردگار را شفای عاجل کامل نصیب بگردان. کریم پروردگار هر کس به کمک در رمضان کرده 27 ما کرده الله صدقات خیراتش قبول بگردان. یا رب پروردگار به زبان تقصیر به تو چی بگیم؟ تو بسیار رحیم ذات است، مهربان ذات است، ما عاجز هستیم، ما و کلام تو دور است. یا رب ما را به عدلت نگی، ما را به فضل و کرمت بگی. عزیزایی که از راه دور نزدیک به خاطر دعای ترجمه آمده پروردگار امید کردن، پروردگار ناامیدی ما نگردان. پروردگار ناامیدی ما نگردان، دست کای ما را خالی مسترد نگردان. به شرف آمد شب قدر تو است. ملائکه های منظم شده رئیس، ملائکه امر گرفته رئیس، فرمان گرفته رئیس. جبرائیل علیه السلام جمع کرده افراد شده. همین لحظات شاید پایان شود پروردگارا. و برکت آمد جبرائیل و میکائیل و همه ملائکه های مقرب دستکای ما را خالی مسترد نگردان. آرزوهای ما را برآورده بگردان، قرضای ما را خلاص بگردان، بیکارا را کار نصیب بگردان، مریضا را شفا بده. یا رب علم نافع، قلب خاشع، عمل ناس صالح نصیب بگردان. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه و آله و سلم.